جانم برادر شوهرت اومده خونتون نمیره، یه هفته اومده بدبخت. تو 100% برو دنبال روانشناس روی برنامه کمدی. یک دفعه فکر کردی من دکتر هداکویی هم اینجا؟ مگه داریم؟ برادر شوهر من از خونه ما نمیره، شوهرم هم حرف گوش نمیده، بدبخت بیچاره از ایران اومده جا نداره. میگو بیاد امشب هتل من، میگه اوکی. همایون کجایی؟ من مطمئنم اینم دلش پاره بدبخت. همایون جان داداشت کجاست؟ بدبخت داداشه. ها؟ آخه چه بیخایه. اشکال نداره. میدونی چیه؟ بذار راستشو بگم. میدونی فرق من و تو چیه؟ تو اینقدر باهوشی برای همین زن داری. من اگه اینقدر تو باهوش بودم زبونم میتونستم گاز بگیرم زن داشتم. باری کلا بین دیدی چی گفت؟ من عاشق هر دوشون هستم. جدی میگی؟ همایون ولش کن. کی تا حالا نیومده جونم؟ شوخی میکنی؟ ماشاءالله به شما، ماشاءالله به شما. اینم دختر شماست؟ اگه مامانش 75 سال به این خوش، به این سرحالی، پس اینم 80 سال سرحاله. واو، پس بیا ایونت های منو منش کن. شما قهرمان 2 میدانی ایران بودی؟ ماشاءالله، به افتخارش دست بزنید. فهمم. قربونت برم. خب حالا بشین، خسته میشی سر پا. I love you. مامان چی میزنی؟ هر چی میزنی بگو مامان بزنی. آی جانم، شوخی میکنی. میگه من عشق و محبت دادم به همه ایرانیای هامبورگ. 55 سال ایرانیای هامبورگ رو کمک کردم. همایون امشب برو خونه اینا. تو برو الان، برو اساسات جمع کن، من بعدا برای تعریف میکنم چی شد. چقدر تو خوش اخلاق و خوش انرژی مامان، واقعا. مامان حالا بیشین، قربونت برم من. I love you. تو بشو رئیس جمهور ایران. به جون خودم اینجوری که تو نطق میکنی. شما چند سالتونه؟ دمت گرم، ماشاءالله به شما. حسابی اشنی بیدیش. مجردای دست بزنم ببینم چند تا مجرد داریم. تو مجردی؟ شما مجردی؟ نوکرتم 73. آقا شما و مامان ببین بلند شد، پشت سرته. نه این که شوهر داره، من مامان تو رو میگم. مامان شما شوهر داری؟ ای جون دلم، خب وقت شوهر جدید بکنی، اون جاش خوبه. 73 رو بچسب. کیس یه ماچ داری 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 داری. اوکی شما تخمات ناپدید شد. دیگه چند وقت ناپدیده. ای جان دلم. بابا تو وسط معمرکه بگه ماچه رو بگیر. اینجا آلمانه، اینجا شوخی نمیگن، میرن تو. مامان هی گفت تو اصلا هی. مامان تو خیلی پر انرژی. اینجا کار داری؟
شغل داری؟ شوخی میکنی میلیونه؟ همایون بشین مامان من میام آدرس بده من بیام باقر سرت کلا رفت چی شغل چی بوده وقتی آلمان وقتی بله هنوز کار میکنی واقعا؟ وقتی که 20 ساله بودم تلویزیون 44 ساله ازدواج کردم 55 ساله فقط اکسپورت دخترای مجرد یاد بگیریم الگو مادر خوش ببین چقدر خوشحاله مادر 20 سالت بود شوهر 44 ساله کردی که میلیونر بود آها بعد دیگه باهاش موندی و خوشحال دیگه فقط میدویدی از خوشحالی میدویدی اینقدر دویدی که قهرمان 2 شدی 51 سال باهاش عشق کردی به به ای جونم روح شاد مادرم جون مادر تو چقدر خوبی